امروز قراره که توی این ویدیو بریم کنار آقا اصغر یه ولاگ خیلی خفن داشته باشیم. آقا اصغر یک چوپان مهربونه که از زندگیش برامون بیشتر میگه و رسم چوپانیا بهمون یاد میده. خب بچه‌ها رسیدیم به جایی که آقا اصغر گوسفنداشو نگه میداره. اینجا خیلی بچه‌ها با صفا، نگاه کنید چقدر خوشگل این آسمون. این منطقه خیلی قشنگی هست. بچه‌ها این کل دو طبقه رو خود آقا اصغر ساخته. کل این دیواری که حالا دورش با چوب درست کرده چقدر باحال. اینجا برای گوسفنداش کاه انبار کرده که حالا بتونه به گوسفنداش بده. اینجا گوسفنداش نگه میداره آقا اصغر. یه سایه‌بون خیلی خوشگل براش درست کرده. طبقه بالا رو جوری درست کرده که کسی نتونه بره. با نردبون حتما میشه رفت چون که دزده مثلا نرن به چوپان بخوان آسیب بزنن. اینم موتورشه. درشو بچه‌ها ببینید چه در باحالی درست کرده خودش. کاه و اینجوری داده به این تیکه. چقدر با صفا درست کرده اینجا رو. یالا آقا اصغر. چاکر آقا اصغر. خوبی سلامتی؟ قربونت برم. خسته نباشی. سلامت باشی. قربونت زنده باشی. سلامت باشی. چه چایی درست کرده. وا ویلا. چای آتیشی رو نگاه کنید. آقا اصغر این چی اسمش درست کردی این؟ چوبینه؟ چوبینه. آقا اصغر اینو خودش با دست خودش درست کرده. برای چای درست کردن زمستون میاد اینجا. هوا سرد میشه چوبا رو میذاره اینجا آقا اصغر. چه پایه ها سنگی خوشگلی برای اینجا گذاشته و چه چایی باحالی. چه تختی درست کرده. نگاه کنید چقدر با صفا. بالاش هم که میبینید درخت. اینم که اینجا آتیش الان گذاشت که چای دم بیاد. آقا اصغر میخواد برامون چای بریزه. دست در نکنه. بفرما. دست در نکنه. تموم خستگیای من با همین یه چایی میگیره. این انباره که بریم ببینیم چه جوریه. گوسفندا آذوقه دارن دیگه. آذوقه هارم آقا اصغر میاد توی این محوطه اینجا میذاره و انبارش میکنه که حالا مثلا برای زمستون اینجور داستانا داشته باشن. چقدر خوشگله حاجی. طبقه بالا اینجا رو جوری درست کرده که مثلا اگه دزد اومد نردبونو بکشی بالا پاش بهت نرسه. آره اینجا برام ببینیم همه جا ببینیم. همه جا رو ببینیم. بیان پیدا باشن اینا ببینیم. اینا چیه آقا اصغر؟ پشم چیه اینا؟ پشم گوسفند بازار نداره مجبوریم بریزیم اینجا دور. چرا مگه میشه؟ کیلو 1000 تومن فایده نداره. این چه پشمی. وای پنبه در اومده دیگه پشول شد. اصلا برای چی زحمت کشیدی؟ آقا اصلا نگاه کنید جوجه و نوشابه و نونو. آقا اصلا چند ساله تو این کاری؟ ما تقریبا یه 20 سال 30 سال 20 تا 30 سال تو این شغلی. کاری ما قدیم داشتیم. آره قدیم بابا جونمون گله داشتن. آره موم داشتیم. ریشه قدیم داریم. یعنی مثلا پدر جد دیدم گله داشته و چوپان بوده. شغل گله داری یه کار زحمت کشی پر زحمتی. هرچی گوسفند داره همچی شب و روز باید زحمت بکشه. ببین الان مثلا دزدی که خیلی میشه باید 24 ساعت بالا سرش باشه. باید فقط همه جو مواظب باشی دزد نبره، گرگ نبره، گم نشن، مریض نشن. آره دیگه آفرین. همیشه باید مراقب باشی. هست. به علت گلخونه زدن و باغ درست کردن و دیوار کشی مرتع کم شده. مرتع کم شده، گله داری کم شده. تقریبا 15 نفر تینده ما گله دارن تا 20 نفر. نصفشو فروختند. آفرین. یه فروختن کم شده. همش عشقیه. اینا زحمتش که زیاده باشه. کس دیگه گله داری نمیکنه. خب خیلی دامداری کم شده. به خاطر همین هم آقا گوسفند گرون میشه، گوشت گرون میشه، گوشت تو ایران مصرفش کم میشه. چون اصل کار ریشه این کار که چوپانامون باشن باید بهشون برسن. ملتی باغ درست کردن و این صحرا همش دیوار میشه. باغ شه. الان نگاه کن وار باغ. آقا اصغر شده که مثلا تو کوه مثلا گوسفندا رو داشتی میبردی گرگ بخواد حمله کنه؟ گرگ که هر تو کوه. ما چند بار گرگ اومده تو کوه هوامون. خب سگا داریم و اینا میرن دنبالش فرار میکنن. یعنی به خاطر وجود سگا چرا یکیشون مثلا بمونه جا گرگ میره میخوردش. جسدشو میجوریم که گرگ خوردهش. ولی گرگا نمیشه مثلا فرار میکنه میره. به خاطر همینه که مثلا سگ میبرن دنبالشون. خب دلیل اصلیش گرگه دیگه. گرگا که میان یکیشون گم بشه تو کوه فردا صبح رفتیم این گرگ پارش کرده خوردهش. ولی تا خودمون باشیم ورشون سگ باشه گرگ نمیاد. مگه اینکه شب باشه، شب تاریک باشه گرگ بیاد. آره یعنی ببین گرگ هم حتی خودش خیلی باهوشه که مثلا شب زیری ویری میاد میفهمه دیگه. گرگ وقتی باشه نمیاد. آقا از مرام و معرفت چوپانا بهتون نگم، مخصوصا کسایی که حالا ساده زیستن. هر چی آدم ساده زیستر هست دوست داره که بیشتر به بقیه کمک کنه. الان آقا اصغر دمش گرم ما رو مهمون کرده.
داره جوجه ها رو به سیخ میزنه. آقا اصغر شده که مثلا تو کوه داشتی گوسفند میبردی، مثلا این چیزایی که خیلی قدیمی‌ها در موردش صحبت میکنن مثلا اجنه، پری، دیو، از این چیزا تا حالا مثلا به پستت خورده که مثلا دیده باشی یا مثلا دوستات تعریف کرده باشن؟ ممکنه قدیمی‌ها دیده باشن جن و اینا، ولی ما که دیدیم ندیدیم تا حالا. یعنی به قدیم بوده. به قدیم بوده آره. ولی الان خودت ندیدی تا الان؟ ندیدم خودم تا حالا. ما جدیدیا نه. ولی بوده این چیزا، این نبود نمیگفت. مثلا پدر و پدر بزرگا دیده بودن. دیدن آره. تا حالا شده دزد بزنه بهت مثلا گوسفندی چیزی سرقت بخواد انجام بده، دزدی که حالا مسلح باشه، دزدی که خطرناک باشه؟ دزد هست، باید مواظب باشی، اینا دزد زیاد هست. تفنگ هم نمیشه که سوا تفنگ بزنی، سگ باید داشته باشی. آفرین. خب بیدار باشی، سگم داشته باشی که یک کسی اومد بیدارت کنه. یه چیزی باشه که بتونه چوپان از خودش دفاع کنه. مثلا نمیشه الان قوانین کشور جوریه که الان هر کسی بخوای بزنی حکمش اعدامه دیگه، هیچ کارش نمیشه. به جان آی چه حالی بده. اوی دستت نسوزه؟ نه من سفتم. آقا اصغر دستای زحمت کشه تو ببینم. آقا بیا بچه‌ها نگاه کنید. ترکه این دستای زحمت کشیده همش مال گله‌داری، زحمت عذاب مال گله‌داری. نه شب داری، نه روز داری، نه تفریح داری. بچه‌ها آقا اصغر در کنار اینکه یه چوپان خیلی خوب یه هنرمند خیلی خوبی هم هست. آقا اصغر چه سازی میزنی برای بچه‌ها؟ چه سازی می‌خوای؟ نی دندونی، هفت‌پن، کرنا، همه اینا بلدی؟ نی همون. ایول نی همون داری؟ داریم نی همونه. حالا بعد بریم نی همون رو بزنیم. باشه براتون میزنیم. نی هم بلدی؟ فلوت نی جان. شاید بزنیم اینجا آب بشه. ییلاق چیه؟ قشلاق چیه؟ من اصلا خودم هنوز اینا رو نمیدونم. اینا رو قشنگ برام درست بگو ببینم چیه. این ییلاق یعنی کوچ میکنن مثلا میرن به سرحدا، جایی که خنک هوا، بعضی عیدا گلا میرن، چهارمحال و فریدن و آره اینجا که خیلی خنکه سا بهش میگن ییلاق. ییلاقا قشلاق چیه؟ دیگه برگشتنشون دیگه. برگشتن میگن قشلاق. اینجا به جای دیگه میرن میگن ییلاق و قشلاق. تقریبا 30 رو بعد زد، 40 و 50 رو بعد زد میرن فریدن، برجی 7 میان اولی پاییز. فریدن هواش خیلی خنکه. تو تابستون میرن فریدن. تابستون میرن دیگه 3 ماه تابستون میرن اونجا خنک باشه هوا براشون. بعد تو زمستون تو پاییز میان. تو پاییز برمیگردن. پاییز میان اینجا خنک هوا. یه هوا خوبه. کشاورزی هم انجام میدین؟ کشاورزی هم انجام میدیم. سیب زمینی میکاریم، پیاز میکاریم، برنج میکاریم، جو میکاریم. تمام محصولا رو کشت میکنیم. کشت میکنیم. دیگه بالاخره یه جور زندگی باید بچرخ. چیکار کنیم؟ همش زحمت و کاره. کشاورزی و دامداری همش زحمت و کاره. سخت ترین شغلا دنیا. کی بریم سراغ گله کجا سلام؟ گله الان اونجا توی باغه. ناهارو که خوردی میریم ور گله. آقا بریم ناهارو بخوریم و بریم سراغ گله. یه آموزش چوپانی با گله ها هم بهمون بده. آره باشه. این عروسک چرا اینجا داره؟ این کدوم؟ یه عروسک چرا اینجا دارش کردی؟ که به خاطر این گندشکه هستم یا چل تو کارو میخورن و برنجارا. این نشنه که بترسن فرار کنن برن. یعنی جدی فکر کنه مترسک میره. چه باحال آقا. من گفتم این عروسک چی میخواد اینجا؟ یه سری سیدی هم هست اینجا. آره اینا به خاطر که برق بده، آفتاب میخوره به سیدی، برق میده گندشته فرار میکنن برنجار نخورن. چه باحاله. به این جوجه. بفهم آقا هست. بفهم دادا بفهم نوش جون. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن. آقا جا همتون خالی. بفهم. اینم پیازیه که خودت کاشتی یا؟ خودم کاشتم. آره. اینقدر با صفا اینجا الان هوا سرده. از توی اینجا باد گرم داره بهمون میخوره. زیر سایه نشستیم داریم کباب میزنیم. خیلی حال میده. جا همتون خالی. اصلا بچه حالا نهار میخوریم. حالا که ساعت 1. قرونه یا مو گله دارن نهار خوردن سر ساعت نی. یا 2 میخورن یا 3 میخورن. دقیق 12 نهار نمیخورن. مثلا یه وقتایی تو کوه اصلا غذا نیست. باید گشنگی بکشی دیگه حالا تا بیا. اداره نیستن که مثلا سر ساعت 12 یا مثلا کارگاه شهرداری چیزی که طبیعت و سهرون. یا شکر لا الحمدلله رب العالمین. چوپان ها به خاطر محدودیتی که داشتن هنرمندای خیلی خوبی بودن. الان این لباسی که آقا اصغر پوشیده این از پشم گوسفنده و خودش اینو بافته. بچه‌ها میبینید چقدر قشنگ چه بافتای خوشگلی زده به این لباس و اینا کامل خودش.
بافته با چی؟ با همین پشمایی که اینجاست. این کمربند چقدر اصلا کولو اصلا انگار جلیقه ضد گلوله اینم چرمه که نه چاقو توشه، جای چاقو اسقره و خودش قشنگ اینجوری درست کرده. ایول اسقر این چوبایی که شما میگیرین دستتون چرا مثلا یه تهش همشه یه گوی اینجوری شکله؟ آهن میزنن که نشکنه چوبا. آهن میذاری که چوب باز نشه. نشکنه تهش. آره گله داری دیگه. چوب گله داری. این سگ گله اسقره داره میاد بیاد. من میترسم برم جلو. چه بزرگه! منو نگیره اسقر. چقدر خوشگله بچه‌ها، نگاه کنید چقدر آروم اسقر. بقیه سگ گله ها که تیکه پاره میکنن، این چرا هیچ نه این سگ آرومیه، کار نداره، کاری به جای نداره. خیلی آرومه. اسقر راه بیافتیم بریم سراغ گوسفندا. چنبریه. اسم این سگ چنبریه. چنبری بیا. آقا اینم چاقوه اسقره که برو بریم. زمینای کشاورزیشونو که میبینید هر کدوم یه محصولی هم میکارن، بعد اینا یه حوضچه‌ای دارن اینجا که آبا توش نگه میدارید. میبینید بچه‌ها چقدر ماهی هم توش دارن پرورش میدن. اسقر رو موتوره، ما هم پشتش داریم میریم. سگ نداشته باشه؟ سگ هست ولی تو وای واسه. اگه اومدم تو منو میگیره؟ میگیرن. بچه‌ها گله رو آورد آقا اسقر. اسقر بریم. اسقر اون که جلو میره بره بهش میگن دوبار. میدونم دوبار یعنی چه اسقر؟ یعنی با جلو گله میره. بچه‌ها اون بازی که میبینید جلو میره بره اون دوباره. بازی که شاخترا میگن دوبار. الان من میخوام مثلا صداشون بزنم چه کلامایی مثلا باید استفاده کنم؟ مثلا میخوام بهشون میگم برو چی میشه؟ هی بیا چی میشه؟ ایست چی میشه؟ یه ماشین هم میگن نمیشه. اوه آقا دارم میرم. آب میخوره. آره بچه‌ها یعنی داره آب میخوره. بیا خوشگله بیا. اول اینجا آب بهشون میدیم که سیراب بشن، بعد بریم برای چرا کردن. بریم تو باغ که حالا چرا. آقا من از گله جا موندم، گوسفندا زودتر از من دارن میرن. اصلا این حامله است. این حامله. آقا چه قشنگ نگاه کنید. شکمش بزرگ شده، همین بود که دو زانو زد برای آب خوردن. ببینید چه شکمش باحاله اومده بالا. این حامله است، اون حامله که نه، باردار نه. یه چیز دیگه بگو. حامله. اسقر برای چی من میگم بیا وای نیمسن؟ یعنی به حرفی خودت گوش میدن تا حرفی من میگم فایده نداره. نه میگم صدا دارم میفهمم. برو چی بود؟ هی این از همه تنبل‌تره. برو ببینم. آقا اسقر الان اینا رو میبریم کجا چرا کنن؟ تو باغ برای چی؟ یعنی صاحب باغ گفته که اینا رو بیار علفا باغ بخورن. آره. آیا اگه برگ درخت راستن بخورن؟ برگاش دور این داره، یه پاییز برگا میرزد یا بخورن. آره دیگه، یعنی دیگه از برگاش تو فصل پاییزه مهم نیست. این سوت که میزنی به چه معنیه؟ یعنی این وروار نرن وایستن. آقا باغا دیدن دارن حمله میکنن، نگاه کن. نگاه. اینا الان کل این باغو پاکسازی میکنن، یه علف نمیذارن به این باغ باشه. همه‌شو میخورن. همه میخوره، علفا هر جا میخورن تو باغ. به جایی که طرف مثلا برای این همه پول شیمیایی بده. این دوتا گوسفند داشتن میرفتن سمت زمینای این طرف، یه هیه بهشون کرد، سریع برگشتن این طرف. اصلا الان به این دوتا بگو برو. یه هی کرد چوبشو که میبره پایین بالا میره. آقا اسقر یکی از هنرمندای ساز نیهنبونه هست. این چی الان آقا اسقر؟ میگن زبونه. زبونه برای ساز نیهنبونه. ساز نیهنبونه. این که الان آقا اسقر زدید چی بود؟ میگن تکنه همونه. یعنی نه همونه را بدون شکم بدون پوست اجرا. بدون پوست تکنه. حالا اون همونه جفنه. الان اونا میزنی؟ برو بریم. آقا اسقر چوبا که میگیره دستش یه هیا میکنه همه‌شون میرن. حالا من یه تستی برام من چیکار کنم؟
با یه ما بیای توارث یاد بگیری. بیام شاگردی فعلا. شاگردی باید بیای. حالا فکر کنم با گله داری کنم. بیای تا یاد بگیری. اونقدر کار داره گله داری کنی اما یه رو که اومدی فردا در میری دیگه نمیاد. انقدر خسته میشی. چوب بابا بده دست استاکار خودش. آقا اصغر یکی از نیهمبونه زنای خفن منطقه است. الان میخواد برامون درستش کنه. بچه‌ها ببینید. نیهمبونه اولا یه پوسته. خب یه پوست بزغاله ماده. آره میذارن تو آرتیجو موواش میره، میذارن تو روغن نم میشه، آره. رنگش میکنن اینجوری مثل شم میشه، نم میشه، رنگ بهش میزنن. آره هر نقشی که بخون بهش میزنن. این الان این نقشه زدن دیگه. چه قشنگ شده. یعنی پوست بزه الان. اینا استاد داره درست کردنش. آها. اینا رو درست میکنن. اینم دستش دو تا نه جفتی، دو تا بیقه کوچیک‌تر تو اینجا. اینم استادش، استاد باقری. نه همون موسیقی جنوب کشور مال آبادان و بندرعباس و بوشهر و اون تاش تو همه کلی کشور این موسیقی پخش شده دیگه. همه میزنن دیگه. آفرین. حالا برو ببینیم چیکار می‌کنی. روسیه و اینا میزنن. آقا اینا اول باید بادش کنه. خب باد شد. چقدر قشنگ میزنه. آقا اصغر جله دقت کردی چقدر آروم شد. اصلا اینا دیگه ورج و ورزه زیاد نمیکنن با صدا این. همشون اصلا انگار آروم شدن. اصغر یه تیکه دشتی بزن. اصلا بده من حالا اینا من میتونم بزنم. این سرش که باید بیاد ایوه. درست میگم؟ بادش کن. خب از تو اینجا باید بادش کنم. باید اینجا بزنم. نمیشه. باید خودت بزنی. سخته. گوسفند یکی بخره سر ببره بهتره یا گوشت بخواد بخره؟ گوشتش همون یه شبه ولی گوسفند بخره یه 10 رو گوشت توی یخچال داره. اگه خودش بخره بکشه دا. یه کله پاچی براش جیگر هست. هم کله پاچه داره، جیگر داره. گوشتش هم ارزون‌تر در میاد به نسبت. کمتره. باسکوکو بکنی کمتر میشه تا خالصش. خیلی به صرفه تره. خیلی به صرفه تره. کسی که حالا گوشتش خیلی گوشت خور باشه یه بره بخره بکشه بهتره. آفرین. الان گوسفند کیلو چنده؟ زنده الان 300. گوشت خام هم الان کیلو 600. 600 700 زنده الان یه گوسفند میگیری کله پاچه همه چی کیلو 300 350. مرسی ازتون که تا آخر این ولاگ همراه ما بودید. امیدوارم که همیشه جیبتون پر از پول، لبتون خندون و دلتون شاد باشه. تا ویدیوهای دیگر برکت همه جا باشه. گله زیاد باشه، برکت باشه. همه جا پول باشه. تموم شد. خداحافظی. سالم باشین. خداحافظ.